چی میشه اگه خونه تنها باشین و یهو یکی وارد خونه‌تون بشه؟ امروز قرار من این ریسک رو انجام بدم و یواشکی وارد خونه یسناشون بشه. پس حتما لایک کن. بریم سراغ ادامه ویدیو. بچه حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو پرنک سم از من. بچه کلید یسناشون خونه ما جا مونده بود، بعد من خونه تکونی امروز کردیم پیدا کردم کلیدشو. خودش هم منتظر کلیدش بود که خونه ما جا گذاشته بود، ولی من خونه ما بود ولی من نمیدونستم. قرار امروز خونه تنهاست، قرار با این کلیده برم بکنمش. میخوام برم جر بدم یسنا رو، بریم که انجامش بیادتون نره. میدونم کدوم کلیده، فکر کنم اینه، فکر میکنم. بچه باز شد. وای آروم باشم، کفشام بذارم این پشت، کفشام بذارم اینجا. بچه بریم که شروع کنیم ریسکو. بچه نمیدونم یسنا چی کار داره میکنه، خدا رو شد دستشویی نبود. بریم شروع کنیم. وای بچه من قبل اومده بودم خونه‌ش رو یه دور این کار بود خوابید. وای بچه ها خوابیده، بعد خواب یسنا خیلی سنگینه. وای 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 بچه ها. وای بچه ها یسنا هی تکون میخوره، من پشمام داره میریزه. بچه من اومدم داخل اتاق. بچه ها یسنا زیاد ترسیده و واقعا پشمام ریخته. یسنا اومده داخل. الان میخوام در رو باز و بسته کنم بترسه. اینو چیه؟
شیرینه. کلیدو پیدا کرد. دنبالش میگشتم. این من ترس نداره. بیا بیرون هر دستی. سلام حاج خانوم. با کلید خونه ما بازی میکنه. اینو با این باز کرد. این که هیچ. خب چجوری در اینجا رو باز کرد؟ اینقدر شما اسکولید میخوابید در باز بذارید میخوابید. تقریبا اسکوله. ما درمون یه جوریه که از این ور باز نمیشه. برگم شد دیگه در داخل. باز کن از طرف زنه. بچه ببینید خیلی بیشوره. شما بدهید منتظر انتقام باشید بچه ها. مثل اینکه میخواد انتقام بگیره و امیدوارم انتقام نگیره. اسکول است اتفاقا. و بچه قطعی ما داریم پرنک میگیریم. دارم پرنک میگیرم. معلوم ساعت چند رو آپلود بشه. الان داریم میگیریم ساعت تا ادیت بشه. فردا میذارمش هست. فردا جمعه نه پنجشنبه. جمعه منتظر خز پارتی باشین. of course. شو شریفک بره شو بچه ها خوشحاله چون از لذت میبره. نذاشته بیشتر بترسونن ولی دیدی به خودت بردم تو